کارشناسان مسائل دین نقش دامالله حکمت‌الله تاجیک‌آبادی را در معنویت در ثبات جامعه تاجیکستان باریز ارزیابی میکنند و از او چون از نفری خاکسار و فروتن و دوراندیش یادآوری مینمایند. منور سفر روزنامه‌نگار تاجیک که مسائل دینی را پیگیری میکند میگوید سال 1997 توسط اتوبوس به سفر حج رفتیم. ضمن سفر با یکی از شاگردان دامالله حکمت‌الله که جوانی خیلی ذکی و مؤدب بود شناس شدم، هم صحبت شدم. چون صحبت به اولیا شد پرسیدم که آیا در زمان ما اولیا عمر به سر میبرد؟ او با باوری تام گفت که من با ولی بودن استاد دامالله حکمت‌الله تاجیک‌آبادی شکی ندارم و برای تقویت سخنش چندین لحظه های خاطراتش را عاید به حیات دامالله نقل کرد. طول سالها چندین بار به زیارت ایشان مشرف شدم و در برابر حشمت و ذکاوت و فروتنی و خاکساری دامالله قایل شدم. عبدالله راهنما دانشمند تاجیک دامالله حکمت‌الله را یکی از مهمترین محوران اسلام سنتی در کشور و شخصیت سطح و اهمیت عمومی ملی نامید. با رفتن این روحانی بزرگوار بیگمان یک قطب معنوی جامعه کم شد. یک جبهه ایستادگی ملی و مذهبی رفت. محیط دینی و معنوی ما یک حوزه دیگر خالی تر گشت. امنیت اعتقادی مردم یک درجه دیگر آسیب پذیرتر شد. بودن ایشان در زمان فتنه های فکری و دینی یکی از رمزهای سنت و اصالت و استواری بود برای مذهب، برای ملت و حتی برای دولت. سلام دوستان، امروز ما قرار داریم در دهه غیلمانی ناحیه تاجیک‌آباد در پیش آرامگاهی رحمتی دامالله حکمت‌الله ما قرار داریم. اینجا آرامگاهی رحمتی دامالله حکمت‌الله است. اینجا آرامگاهی رحمتی دامالله نعمت‌الله. چیزی که ما گفتیم اینجا آرامگاه هست. این طرفی که میبینید دهه غیلمان هست. از اون طرف اینجا دو آرامگاهی که ما و شما میبینیم اکا و دادر هستند. دامالله حکمت‌الله و دامالله نعمت‌الله.